نویسنده نیرومند و بهادر حکیم کریم با اراده قوی و سرگذشت عبرت بخشش از دیگران فرق میکند، زیرا حیاتش سراپا از مبارزه و زد و خوردهای عبارت بود. اگر در جوانی برغم باسمچی‌ها جنگیده، در روزنامه بیداری تاجیک حالا جمهوریت بر ضد اعمال ناشایسته این گروه ارتجاعی مقاله‌ها چاپ کرده باشد، بعدتر به جنگ ضد فاشیستان رفت و برای حفظ وطن جان باخت. طبق سرچشمه‌ها، حکیم کریم سال 1925 پس از ختم آموزشگاه کشاورزی قوقند فعالیت کار را از شعبه ترغیب و تشویق کمیته کانسومال شهر دوشنبه آغاز بخشیده قریب 1 سال کاتب شورای دیهات قره‌طاق بود. در محاربه‌های ضد باسمچی‌ها جانبازی نمود. بنا به خاطره استاد میرزا ترسونزاده در مقاله بخت بلند شاعر رحیم جلیل سال 28 در وقت تعطیل تابستان شاعر جوان یعنی میرزا ترسونزاده کار کافته به شهر نو می آید و به کمیجرایی ریان می رود. حکیم کریم در آنجا معاون رئیس بود و کجایی و در کجا خوانده ایستادن مهمان را پرسیده عریضه می گیرد. همین طریق استاد میرزا ترسونزاده 2 ماه همچون کاتب مسئول با حکیم کریم کار کرده است. باقی رحیمزاده نیز مدتی با حکیم کریم فعالیت داشته است. از این همه پیداست که ادیب در برابر نویسنده و دانای کار راهبری بودن اینچنین آدم بسیار نقص هم بوده. سپس او در دانشکده کشاورزی تاشکند تحصیل کرده اولی سالهای 30 در نشریات دولتی خلقای سیسر و بخش ترجمه و تحریر اداری تعب و نشر دوشنبه فعالیت برده است. سال 1934 بعد چاپ مجموعه حکایه ها عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می شود. حکیم کریم آدم خاکسار، رنجبر و صداقتمند بوده است. از بس که تجربه نظامی داشت و در گذشته نچندان دور با باسمچی‌ها مشت به گریبان شده بود، او را برای دفاع لنینگراد سفر کردند. از تاریخ جنگ بزرگ وطنی معلوم است که شدیدترین محاربه ها در این شهر گذشته است. جنگ تا رفت اوج می گرفت. خطری به محاصره افتادن لنینگراد وجود داشت. از این روی جنگاوران شوروی که در صفشان ادیب تاجیک حکیم کریم هم بود، با هر تار مو با دندان و ناخن مبارزه را دوام می‌دادند تا دشمن پیروز نشود. اما دل حساس و مبارز نویسنده را سال 1942 در نبرد ستاره روسا در نزد لنینگراد فاشیستان از تپش باز داشتند. حکیم کریم از جمله استادان ورزیده و از اساسگزاران ژانرهای حکایه و نویل ادبیات معاصر تاجیک به شمار می‌رود. سال 1933 اولین مجموعه حکایه‌هایش با نام صدای روزها نشر شد. بعداً کتاب‌های حکایه‌های میده، حکایه‌های استاد مصریان، آق شده و حکایه‌های دیگر، حکایه‌هایش در سال 1940 دسترس خوانندگان شدند. بهترین نویل او که آن را شعر منصور هم می‌گویند، مرحبا بهار نام دارد. آن نمونه عالی سخنوری بوده، ورد زبان امروزیان نیز هست. حکایه آدم در خلطه احساس عمیق و مهارت والای نویسنده را در باب آفریدن قهرمان ادبی مجلا ساخته است. حکیم کریم یکی از اولین دراماتورگان تاجیک بوده. نمایشنامه‌اش جنگاوران در سال 1934 سزاوار مکافات دولتی گردیده بود. سال 1936 نمایشنامه سال 1916 را همراه ظریف رجبوف نشان نمود که از تاریخ مبارزه آزادی‌خواهی مردم تاجیک حکایت می‌کند. ادیب به جمع‌آوری ایجاد شفاهی مردم هم مشغول بود و سال 1931 ضرب المثل‌های تاجیکی جمع‌آورده او در شکل کتاب در مسکو با خط پارسی نشر گردید. سال 1940 در مجله شرق سرخ منتخب افسانه‌های خلق تاجیک با تحریر او به تب رسیدند. چند اثر از ادیبان جهانی تالستوی، مارک توین، چیخوف و گورکی را به تاجیکی ترجمه کرده است. یادآور باید شویم که ماه نوامبر سال 2024 در نزد کاخ مطبوعات ولایت سوخت نیمپیکری این نویسنده قهرمان قامت افراخت. این ارجگذاری بار دیگر ثابت می‌کند که هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی‌شود. امروز ما نویسنده حکیم کریم را همچون قهرمان 3 جبهه، مبارزه بر ضد باسمچی‌ها، جنگ مقابل فاشیسم هیتلری و رشد ادبیات تاجیک یاد می‌کنیم.